اگه اسم خودتو گذاشتی تریدر و این کاری که میگم انجام نمیدی، همین الان تریدو ببوس بذار کنار که هم سرمایه هم اعصابت در امان باشه. این کار در واقع فرق بین تریدر موفق و ناموفق رو نشون میده. همه میگن ژورنال نویسی کار درستیه، اگه انجام ندی موفق نمیشی، اما هیچکس نمیگه چه چیزایی رو باید توی ژورنال معاملاتیمون بنویسیم. ژورنال معاملاتی دو بخش داره. یه بخش عمومی که شامل این که چه رمز ارزی بود، چه جفت ارزی بود، چه تایمی، چه سشنی، بای بوده، سل بوده و غیره. یه بخش هم داره که مربوط به استراتژیتونه و اتفاقا اینه که مهمه. 3 تا چیز خیلی خیلی اساسیه که باید توی ژورنالتون نوشته بشه. اولیش چرا وارد معامله شدم، بر اساس چه ستاپی، چه استراتژی، دلایل ورودمو می‌نویسم. دومی احساساتم موقع باز کردن ترید، هنگام ترید و زمانی که می‌خواستم معامله رو ببندم. و سومی نتیجه چی شد و من چه درسی از این معامله میگیرم. این 3 تا رو به همراه یه عکس قبل و بعد از معاملت داشته باشی، بهت قول میدم ظرف 3 ماه برآیندت تغییر می‌کنه.